حکومت‌های اروپایی روز دوشنبه 25 می برخی از محدودیت‌های جاری شده بنابر کرونا ویروس را برداشتند. انتظار می‌رود که محدودیت‌های بیشتر دوام این هفته برداشته شوند. شماره گرفتاران به کرونا ویروس در جهان از 5.5 میلیون نفر گذشته است و در حال حاضر 3 کشور امریکا، برزیل و روسیه بیشترین شماره گرفتاران این بیماری را دارند. در اروپا نیز با وجود کاهش محدودیت‌ها، گزارش‌های درباره انتشار دوباره این بیماری در شرق جمهوری چک و آلمان و هلند نشر شده است. در حال حاضر هر 50 ایالت امریکا مرحله کاهش محدودیت‌ها را آغاز کردند و تنها برخی ایالت‌ها از جمله نیویورک و همچنین پایتخت ایالات متحده امریکا این محدودیت‌ها را کاهش ندادند. امریکا با بیش از 1.6 میلیون مبتلا و حدود 99,000 قربانی بیشترین تلفات کرونا در جهان را دارد. حکومت مرکزی امریکا اعلام کرده است که محدودیت‌ها در پی کاهش گرفتاری به کرونا ویروس در 2 هفته اخیر برداشته خواهند شد. اما حضور زیاد مردم در ساحل‌های فلوریدا، میخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها نگرانی‌های زیادی را درباره رعایت نکردن مقررات جاری شده و خطر افزایش آلودگی به میان آورده است. رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ و بسیاری از رهبران ایالت‌ها امیدوارند که در پی برداشتن محدودیت‌ها وضعیت اقتصادی به زودترین فرصت بهبود یابد. کارشناسان از خطر احتمالی موج دوم پنجشنبه کرونا ویروس هشدار دادند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی که از سرایت کرونا ویروس آسیب شدید دیده بودند، چاره‌های بیشتری را در زمینه بازگشایی مرزها، مکتب‌ها و حتی مسابقه‌های ورزشی در هفته‌های آینده اعلام کردند. در آلمان محدودیت‌ها به شکل‌های گوناگون در هر 16 ایالت این کشور در حال کاهش یافتن است. قهوه‌خانه‌ها از روز 25 می باز هستند و قبلا در برخی ایالت‌ها اجازه نشستن در فضای باز داده شده بود. در اکثر کشورهای اسلامی نیز که روزهای یکشنبه و دوشنبه عید فطر اعلام شده بود، آیین‌های مذهبی با محدودیت‌ها برگزار شد. در ایران مقامات در زیارتگاه‌ها را باز کردند و در ژاپن نیز نخست وزیر این کشور از پایان وضعیت اضطراری خبر داد و اعلام کرد از نیمه شب دوشنبه همه محدودیت‌های جاری شده بیکار خواهد شد.